زیر این تپه در کنار شهر پنجکند قصر دیوشتیج به قول بستانشناسان قصر حاکم وادی زرافشان جایگیر است. حفریات را در اینجا چندی پیش آغاز کردند و میگویند قصر از 4 طبقه عبارت بوده است. من همواری که میبینید لبی چشمه آبی چشمه طبیعی برآمده میشد، برای همین شاه همینجا انتخاب کرد که اینجا آبی دائمی هست. تاریخ نگاران از دیوشتیج با عنوان یک حاکم عادل و آزادیخواه و ملت دوست یاد میکنند. او سال 722 میلادی بر ضد نیروهای عرب برخاسته است، ولی در نهایت سرش را از تن جدا کرده به خلیفه عرب به بغداد فرستادند. با گذشت 1300 سال باستانشناسان میخواهند جزئیات زندگی دیوشتیج را آشکار کنند. این قصر شاه می باشد که شاه در اینجا سفیران، نمایندگان هر طبقه را در این قصرش قبول میکرد. یعنی قصر قبول شاه از 3 زینه عبارت بود و موافق وظیفه و مرتبهشان با تالار یکم، تالار دوم، تالار سوم تقسیم شد. خود شاه در تالار 4 از همه بلند در تخت نشسته آنها را قبول میکردند. به قول باستانشناسان در کاخ دیوشتیج منجنیق برای پرتاب سنگ‌های بزرگ به لشکر دشمن یافتند. یکی از چیزهای مهمه منجنیق اینم علامت مدافعه هست که همچون یراق در دیوارنگاری پنجکند قدیم ثبت شد و این را عالمان اثبات کردند که اینم علامتی در همینجا شاه بودنش انیق است. عبدالرحمن پولادوف عنوانجوی علمی از شهر بیت المقدس بستانشناسی در این شهر را موضوع رساله خود انتخاب کرده است. او زندگی مردمان پنجکند قدیم و انفراساختار شهر را می‌آموزد. همین گذر نشانه های بهترین یادگاری های مثلا دیوارنگاره ها رو به ما داد. چنانه که مثلا دیوارنگاره جنگ رستم با اژدها هست که اصلش در سنت پترزبورگ فدراسیون روسیه هست و مثلا ما نسخه‌اش رو دیدیم در اینجا. بعداً ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه خود رستم را خیلی مثلا توصیف می‌دهد و درباره او نقل می‌کند و یکی از شخصیت‌های یعنی از پرسوناژهای مرکزی شاهنامه به حساب می‌رود. در همونجا معین شده است، مثلا چند عصر پیش از فردوسی. حفریات باستانشناسان تاجیک در اینجا اول کار بوده است. قرار است دانشمندان خارجی نیز برای تحقیق یکی از آثارهای باستانی مهم آسیای مرکزی به اینجا بیایند. از طرف آنتروپولوژها و چهره‌شناسا یکی از علمای خیلی هم برجسته دوباوا نادژدا ناتالیونا وینоградова که اینها بسیار علمایی هستند که خیلی سالهای در دوره شوروی همراه ما کار کردند و کارهای باستانشناسی رو پیش بردن. امروز ما آنها رو دعوت کردیم که آنها هم بیان همراه ما همکاری کنند. آن بازیافته‌ای که ما می‌یابیم همراه آنها مسئله گذاری میکنیم. برای حفریات در اینجا دولت تاجیکستان مبلغ جدا کرده است، ولی مقامات پنجکند امیدوارند با زیاد شدن سیاحان خارجی در اینجا مبلغ برای ادامه تحقیق و حفریات را پیدا می‌کنند.